چه بیماری ها و چه اختلال هایی با دستگاه RTMS میتونن درمان بشن و یا کنترل بشن. بین کنترل و درمان یک تفاوتی وجود داره. ما بعضی از اختلال ها و بیماری ها رو میتونیم با استفاده از روش تحریک مغناطیسی مغزی یا RTMS درمان کنیم. مثلا درمان افسردگی شدید از سال 2008 با استفاده از روش تحریک مغناطیسی مغز تاییدیه سازمان غذا و داروی امریکا رو گرفته. و همینطور برای درمان میگرن و وسواس فکری خوشبختانه این روش کارآمد و بسیار موثری هستش که مورد تایید FDA هستش. و همچنین میتونم بگم دستگاه RTMS میتونه برای ترک سیگار هم بسیار موثر باشه و برای این هم خوشبختانه مورد تایید سازمان غذا داروی امریکا هست. در کنار درمان ما برای بعضی از بیماری ها روش RTMS رو روشی کنترلی میگیم هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما با استفاده از RTMS میتونیم بیماری رو کنترل کنیم. بیماری آلزایمر یکی از این بیماری ها هستش که ما میتونیم با استفاده از RTMS در پیشرویش یک وقفه‌ای به وجود بیاریم و کنترلش کنیم و پیشرویش رو مانع بشیم براش. و همینطور برای بیماری پارکینسون هم میتونم عرض کنم که ما با دوپامین سازی میتونیم با RTMS روند پیشروی بیماری پارکینسون رو جلوش رو بگیریم. در مورد توانبخشی هم خوشبختانه RTMS خیلی موثر هست. مثلا کیسایی که دچار استروک، CVA یا همون سکته های مغزی هستن با توانبخشی های فیزیوتراپی ممکنه که نتایج بسیار خوبی بگیرن، ولی در کنارش RTMS روشی برای توانبخشی سکته های مغزی هست.